مسئله فقهی این است که نفر میپرسد یک نفر دو لباس دارد، یکیش اینه که بی نمازی هست و یکیش نمازی هست و نمیدوند که کدام اون پاک هست، یعنی که نمازی هست و انیق کرده و تحقیق کرده نمیتواند، فراموش کردگی است. اما میدوند که یکی از همین لباس ها ناپاک هست، یعنی که غیر نمازی هست. در کدام اینها نماز خواندن درست هست؟ این مسئله در کتاب های فقه آمدگی هست که اگر که دو لباس باشد نداند کدام اینها نمازی هست، یک تا آنها را قصد کرده و در آن نماز میگذارد. این روایت از امام مالک هم آمدگی هست که میگوید که کادح ابن زحمه یک مرد پرسید مالک ابن انس را. مالک ابن انس امام مالک هم میگویند، اما انس ابن مالک باشه این صحابه هست، نه که مالک ابن انس صاحب مذهب میگن. میگه یک نفر پرسید امام مالک را، گفتند که یک مرد دو پوشاک دارد، یکی از همونها نجس هست و دیگرش پاک هست و وقتی نماز شده است چی میکند؟ امام مالک گفت که یتحرا، گفت که اینکه تحرا میکند، قصد میکند، میگه که همین پاک هست گفته به همون نمازش میگذارد. گفت در این حالت شیخ کادح ابن زحمه شنوید دیگه امام مالک در پیش امام مالک بدوخی. پس خبر داد امام مالک را به قول ابو حنیفه رحمه الله، یعنی که گفت که ای گفت امام مالک، ابو حنیفه رحمه الله میگوید که انه یصلی فی کل واحد مره، در هر پوشاک یک باری نماز میخواند. گفت یعنی که دو پوشاک دارد، نمیداند کدامش پاک باشد، یک تش قصد میکنه نمازش میخواند، بود دوم بار نمازش در پوشاک دیگری میخواند. گفت اگه این چیره قول امام مالک کادح در پیشی، قول ابو حنیفه رحمه الله را کادح در پیشی امام مالک ذکر کرد. گفت که امام ابو حنیفه رحمه الله هم خیلی میگید این امام مالک این قول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بسیار پسند آمد. پس امر کرد که همون مردکی که من فتواش دادم فریادش کنید، ای سرکه نیداش کنید که بیاد. پس اون مرد فریاد کردن دوباره پیش امام مالک اومد و فتوا داد به قول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. یعنی که قول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چی معنی دارد؟ معنیش همین است که در هر پوشاک، دو پوشاک بگن یکیش پاک است یکیش نجس است، در هر جای یک باری نماز میخواند. اگر او که نجاست کی باشد نمازش نشیده باشد، اگر در این پوشاک بی نجاست یک بار دیگه نماز خواندگی هست یا یک تزمین پاک هست. نه که اگر که قصد نکنه در یک تا آنها نماز بخواند میشود، این مشکل ندارد. اما با قول حضرت امام این بیشک شبهه در حق حضرت، در حق همون نمازگزار دیگه شبهه نمیماند. میگه یک قطعی نماز خواندم کوخکو، هر قطعی نماز خوندگی هستم ایش قطعی نشیده باشه این دیگریش قطعی شیدگی است. برای نابود ساختن شبهه قول امام اعظم خوبتر و قوی تر است. یعنی که امام مالک سخنهای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بسیار اعتراف میکرد و حرمت میکرد امام اعظم خودش رو. حضرت عبدالله مبارک میگوید که یک روز میگه در نزد امام مالک بدم، میگه پس هم یک مرد داخل شد نزد همونها، در حلقه هم درسیشون بود. پس امام مالک از جاش بلند شده در جای خودش، در هم بگیم که یک بلندی خوب ده، حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله بشین. گفت در همینجا، گفت مکانی خودش ده. یعنی که بعد از اون وقتی که امام ابو حنیفه رحمه الله رفت خیقه 6 در هم جای بگیم امام مالک در جای، بعد از اون پرسید سینی شاگرداش امام مالک، گفت که اتدرون من هذا، گفت که میدونی که این کی هست؟ شاگرداش گفتن که نمیدونم. گفت نمیدونم. گفت این کی هست؟ نه که عبدالله مبارک گفت که من میدونم. گفت کی هست؟ گفت حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله بداخی. پس گفت که این ابو حنیفه رحمه الله عراقی بود. ابو حنیفه بود. گفت ابو حنیفه چی؟ عراقی بود. گفت حضرت عبدالله مبارک میگه که چند قپس ایبن گذشت، میگه سفیان آمد، میگه سفیان ثوری.
او را میگه که امام مالک در جایی که ابو حنیفه رحمه الله شنونده بود اونجا نشنوندش. میگه وقتی که ابو سفیان که بران او را خیلی ذکر کرد، گفت که خیلی آدم فقیه بود و اهل تقوا بود. یعنی که امام مالک حضرت ابو حنیفه رحمه الله بسیار حرمت زیاد میکرد و اعترافش میکرد که مثلا که در حقیقت فقیه ترین هست و در تقواش و در پرهیزش. یکی از روزها ابو سفیان ثوری را شتگی بود در یک جو که حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله در آمد از در. حضرت سفیان از جاش خیست و حضرت ابو حنیفه رحمه الله در شیناندک و ابو سفیان ثوری را شاگردهاش و همنشیناش پیش یک نفر خیستن رو قدر بگیم که چی نمیکردن. میگفتن نخیست پیش هر کس، تو عالم کلان هستی بعدی تو عالم نیست گفته. و وقتی که ابو حنیفه رو از جاش خیسته بر بیرون که رفتن و گفتن هم نشیناش گفتن که چرا تو خیستی پیش یک انسانی که خیستن و قدر در نزد ما خوب نبود. حضرت سفیان گفت که اگر که من پیش این انسان نخیزم، گفت برای علمش خیستم. گفت اگر برای علمش نخیسته باشم برای سین سالش خیستم. اگر برای سین سالش نخیسته باشم برای فقهش خیستم که علم فقه در این بحر است. و اگر برای فقهش نخیسته باشم برای پرهیزش خیستم. گفت یعنی که ابو سفیان رحمه الله را بسیار اعتراف داشت برای فقیه بدن و اهل تقوا بدن و برای پرهیزگار بدنش و برای فقیه بدنش بسیار اعتراف داشته. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.